امروز میخوایم با هم ژله طلایی مشکی رو درست کنیم. مواد لازم: پودر ژله آلوورا، پودر ژله انگور بنفش، اکلیر پودری خوراکی طلایی، اکلیر پودری خوراکی نقره‌ای و رنگ خوراکی مشکی. ابتدا باید پودر ژله آلوورامون رو با آب جوش مخلوط کنیم و هر یک بسته پودر ژله رو باید با 1.5 لیوان آب جوش مخلوط کنیم. البته این بستگی به قالبمون داره که چند بسته پودر ژله استفاده کنیم. من چون قالبم بزرگتر بوده 3 تا پودر ژله آلوورا استفاده کردم. در ازای هر یک بسته 1.5 لیوان میشه 4.5 لیوان آب جوش. خب حالا آب جوش رو به ژله آلوورامون اضافه کردیم، کاملا هم میزنیم و سپس روی بخار کتری قرار میدیم تا کاملا شفاف بشه و دونه های ژله کاملا باز بشه. خب روی بخار کتریمون قرار دادیم، کاملا هم زدیم. حالا تمام پودر ژلمون باز شده و ژلمون شفاف شده. حالا ژله آلوورامون رو که شفاف شده از روی بخار کتری برمی‌داریم و به اون اکلیر خوراکی طلایی به دلخواه اضافه می‌کنیم. مقدارش به دلخواه خودتون بستگی داره. قالبمون رو از قبل با روغن مایع چرخ می‌کنیم. حالا ژله طلاییمون رو مقدارش رو داخل قالب می‌ریزیم. حالا قالبمون رو در یخچال قرار میدیم تا نیم بند بشه. حالا 1.5 لیوان آب جوش به ژله بنفشمون اضافه میکنیم. یک برنگ خوراکی مشکی رو به اون اضافه میکنیم. سپس بنماری میکنیم تا ذرات ژله کاملا باز بشه و شفاف بشه. برای قشنگتر شدن رنگ مشکیمون مقدار اکلیر خوراکی نقره‌ای به اون اضافه میکنیم. دوستان توجه داشته باشین قالبمون رو که از فریزر در میاریم کاملا باید نیم بند شده باشه، نه شل باشه که دسر مشکیمون باهاش قاطی بره، نه سفت باشه که وقتی که از قالب در میاریم ژله هامون از هم جدا بشه. حالا ژله مشکی رو بهش اضافه میکنیم، کاملا هم میزنیم تا اکلیرها باهاش مخلوط بشن و ته‌نشین نشن. خب حالا اونو داخل یخچال قرار میدیم تا نیم بند بشه. خب دوستان حالا دسرمون نیم بند شد. خب وقتی ژله طلاییمون نیم بند شد حالا دوباره ژله مشکی رو توی قالبمون میریزیم. خب دوستان ژله مشکیمون هم نیم بند شد. ژله طلایی رو کاملا هم میزنیم و داخل قالبمون میریزیم. خب دوستان وقتی ژلمون کاملا بست و سفت شد ژلمون رو توی دیس برمیگردونیم. اگه هنگام برگردوندن ژله توی دیس ژله از قالب جدا نمیشه باید یک مایع‌تابه رو تا نصف آب کنیم، بگذاریم جوش بیاد. سپس قالبمون رو قسمت زیر و کناره قالب رو در آب جوش نگه داریم به مدت چند ثانیه تا ژله خودش رو ول کنه و از قالب جدا بشه. مواظب باشین آب جوش داخل قالبتون نره. خب امیدوارم دوستان
همه از این دسر خوشتون اومده باشه. بفرمایید نوش جان.